سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگرچند که در اسلام، یعنی ما و شما میخوانیم، البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر می شود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عمل های شما وابسته به نیت های شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانیم، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تو اگر از زبانش نکشاید، اینجا طلاق واقع نمی شود. بین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همون زن هیچ کس طلاق گفته نمی تواند. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد.